بگیره از اینجا بره، یا ممکنه در فاصله بین این جلسه گروه و جلسه بعدی که داره مراجعش رو میخواد ببینه به اون پاسخ برسه، یا اینکه حالا خود جلسه بعدی مشاورش با مراجع به. ممنون از شما و همه دوستان عزیزمون که زحمت برپایی این کارگاه رو کشیدن. امروز اولین جلسه کارگاه بالینت بود، خدا رو شکر برگزار شد و فیدبک تا اینجا خیلی فوق‌العاده بود و انشالله که ادامه دار باشه و بتونیم که یه قدمی توی توانمندسازی درمانگرامون برداریم. متشکرم، مرسی، ممنونم. امروز خیلی خوب بود. از این جهت برای من یه گروه درمانی جدید بود که توی گروه درمانی‌های دیگه خب ما وقتی وارد میشیم احساس میکنیم که خیلی داریم راجع به مراجعینمون صحبت میکنیم و اینها. توی گروه درمانی بالینت که امروز اتفاق افتاد خیلی تمرکز ماجرا روی خود ما، هیجانات ما درمانگرا که توی جلسات تجربهشون میکنیم، اون همه اون احساسهای چه خوب، چه بد، چه رنج، چه غم، چه خوشحالی، روی اینها خیلی تمرکز بود و این خیلی جنبه مثبتش برای خود من بود که خیلی برام جذاب میکرد این گروه رو. امروز اولین جلسه گروه بالینت رو به همراه آقای دکتر جباری و سایر درمانگران گروه مهبد برگزار کردیم. یک گروه به نظر من خیلی کاربردی و الزامی هست برای روان درمانگرانی که با مراجعین در حال تراپی هستن و دارن کار میکنن. در کل گروه به نظر من خیلی عالی پیش رفت.